خب نظرت کیه؟ نظرم کیه؟ نظرم چیه؟ چه فرقی میذاره؟ چه فرقی میذاره؟ میکنه. چه فرقی میکنه یا داره؟ چه فرقی داره؟ بابا گیر نده دیگه. تو که میدونی من همش تو فعلا مشکل میشم. مشکل داری؟ ای بابا باز میگه. نه منظورم اینه که تو کلا مشکل داری. کلا که نه دیگه. فقط تو فعلا. اونم همش یه ماه اینطوری شده اید. یعنی بقیه چیزات همه اوکیه؟ تو غیر از این توی من مشکلی میکنی؟ نه واقعا غیر از این همه چی تمومی. ولی خب اینا مشکل کمی نیست. الان من 1 ماه همش دارم تو رو تحصیل میکنم. شدی این یه برگه امتحان. خب میگی چی کار باشم؟ مگه دست خودمه؟ پس دست کیه؟ ببین مرتضی تا خودت نخوای این قضیه درست نمیشه. دیدی که دکتر قوام زادم همینو گفت. ای بابا هی میگی دکتر خودش باید بخواد. خب خودم چه جوری باید بخوام؟ آفرین. چرا؟ همه رو درست گفتی. واقعا؟ آره. گفتی هی دکتر. خب بیتون که فعل نداشت. نه خب بذار بقیه‌اش رو بگم. گفتی خودش باید بخواد. بعدش هم گفتی خودم باید چه جوری بخوام. بخوام. جفتشو درست گفتی. نه بابا بخوام و بخواد و اینا رو که درست میگردم. یادت نیست مگه کلا تو فعل خواستم مشکلی نداشتن. خب الان فعل خواستن رو صرف کن ببینم. خواستن ببین میشه خواستن، خواستی، خواستیم، خواستید، خواستن. خب این که خیلی خوبه. ببین تو اگه همیشه همه چی رو بخوای درست میشه. خب چجوری؟ یعنی پس فقط کافیه بخوای. یعنی تو هر چیزی رو که میخوای میتونی. یعنی وقتی تونستی که خواستن رو بگی پس توانستان هم میتونی بگی دیگه. اینو جفتش یکیه. خواستن توانستان است. آره راست میکنی. من میخوام، من میتونم. آفرین. اصلا منظور دکتر قوام زادم همین بود دیگه. خودش باید بخواد یعنی همین. آره یعنی اگه بخوام میتونم. دقیقاً. ببین الان توانستن هم داری درست میگی. صرفش کن. توانستن، میتونم، میتونی، میتونه، میتونیم، میتونید، میتونن. خب بکنم همینجوری پیش بریم درست میشه. یعنی چجوری باید پیش بشی؟ ببین خواستن توانستن بود دیگه. تو خواستن که درست میگی. توانستن هم چون همونه درست میگی. الان ما باید ببینیم توانستن چیه. توانستن هیچی نیست. نتوانستن چی؟ نتوانستن چی؟ نتوانستن ریدن است. ای بد ریدم، ریدی، ریدیم، ریدید، ریدن. باریکلا. خب حالا باید ببینیم ریدن چیه. ریدن چی میتونه باشه؟ نمیدونم. میخوای از چت جی پی تی بپرسی. بگو. خب خب میگه که واژه ریدن در زبان فارسی به معنای دفع مدفوع است. این واژه در زبانهای دیگر نیز معادل‌هایی دارد که بسته به فرهنگ و زبان ممکن است متفاوت باشد. اگر به توضیحات بیشتری نیاز دارید خوشحال میشم کمک کنم. نه بابا اینطوری خیلی طول میزنه. آره خب طول میکشه دیگه. حالا من میگم با همین ستا یه چند وقتی پیش بریم. خیلی بهتر از قبله. با کدوم ستا؟ همین ستا دیگه. خواستن، توانستن، ریدن. آها یعنی با همین ستا میتونیم ادامه کنی؟ آره به نظر من کافیه. البته که نه اوکی. باشه پس بیایم دیگه. بریم. خب نظرت کیه؟ نظرم کیه؟ نظرم چیه؟ محمد جلو دوربین رد شد. یه نظرم یکی اینجا رفت. کلن که نه دیگه. الان من فقط تو فعلا مشکل دارم. اونم الان 2-3 ماه اینطوری شده اید.
تو که میدونی من همش تو فعل مشکل میشم. بابا باز میگه نه منظورم اینه که یه جوری اصلا حرف زدن یادم رفته. اصلا واقعا یادم رفت. فقط تو فعلا. الان چند وقته؟ توی صورتم داشت میخندی. خیلی کمدیه. والا میمیشت کمدیه. تو واقعا تو بقیه چیزا مشکلی توی من میکنی؟ ها دست کیه؟ ببین مرتضی دیدی که دکتر قوام زاده. اوکی. ای بابا هی میگی دکتر دکتر دکتر. فقط همینجا یادم وای دیگه دکتر بخواد نخواد نمیده. خواستم خواستی خواست خواستن خواستید خواستند. درست گفتم بچه‌ها؟ خواستیم و نگفتم. دهنت سرویس. دو تاشو نگفتی. یه کاری کردی صرف فعلم یادم رفت دیگه. ببین میشه خواستم خواستی خواست خواستیم خواستند خواستید. بازم دارم اشتباه میگم. خواستیم خواستید خواستند. چرا اینجوری شدم؟ خب این که خیلی خوبه. پس اگه تو یعنی پس فقط کافیه بخوای. ببین وقتی تو هر چیزی رو بخوای میتونی به دستش بیاری. آره راست میکنی. پیمانتون با هم باشه. من رو میگم بعدا. میشه یعنی میشه. وقتی میگفت باید یعنی باید. چقدر خوب رفتی. نتوانستن ریدن است. ریدم ریدی. ریدم. نمیدونم. میخوای از چت جی پی تی بپرس؟